نخستین آزمایش یک موشک با برد 4 کیلومتر در مزار شریف. این موشک هوشمند از سوی یک گروهی از جوانان دانشجو در بلخ ساخته شده است. گروهی که نام تیمشان را مفکوره های سبز. از طریق کامپیوتر ما بتونیم این موشک کنترل بکنیم و هدف را ردیابی بکنیم. پروگرامی که کامپیوتر روی هاردویری را اجرا بکنه توسط من نوشته شد. با سلام و وقت بخیر خدمت همه هموطنان عزیزم، عاشقان وطن زیبا، دوستداران پیشرفت و ترقی و اوید از عزیزان ما که شب و روز تلاش میکنه تا وطن جنگ دیده ما مسیر ترقی و پیشرفت را بپیماید. انشاءالله خداوند قدرت و توانایی را برای آنها بیشتر ارزانی بدارد تا بتونه مصدر خدمت شود برای وطن جنگ زده ما افغانستان زیبا. دوستا، دوری از وطن دردی است خیلی جانکاه. غیر زمان شما درک میکنین، زمانی که از وطن آبایی و اجدادیتان مهاجر شوین و در یک جایی قرار بگیرین که هیچ هویتی نداشته باشین، هیچ گونه احترامی برای شما قائل نشود و فقط به چشم یک مهاجر، یک بیوطن به شما نگاه. در این روزها خبر داغ دنیای مجازی همین هست. یکی میگه که من افغان هستم، یکی میگه من افغان نیست. و عزیزانی که این دعواها را میندازن، آنها احتمالاً سفری خارجی نداشته و یا آنهایی هم که سفر خارجی داشته دنبال یک منفعت است از این طریق، وگرنه زمانی که شما در یک جای غریب واقع شوین و آرزویتان شود که یک هموطن خود را ببینین و یک لحظه با او صحبت بکنین، ایره کسانی میدونه که در یک کشور غریب زندگی بکنه. زمانی که هموطن خود را میبینیم دیگه اون موقع برای ما مهم نیست که